کارگاه پین، رئیس الان عصبانیه. مطمئن باش یکی دو روز دیگه همه چیز درست میشه. الان بهتره کاری رو که گفته انجام بدیم. برو همه مزاحم کارگاه نشو. دنبال ما اون گروه کارهایی مافیایی داریم که باید لعنتی. انجام بدیم. اما چون نتیجه‌ای نمیگیرن، رئیس از طرف رؤساش زیر سوال رفته. به خاطر همین اعصاب همه به هم ریخته. گروه ما هم دیروز یه عملیات خیلی سخت داشت. الان باید برم و گزارش اونو بنویسم. پشت میز نشستن و گزارش نوشتن اعصابمو خورد میکنه. فکر میکنی که ما در حال تجارت هستیم؟ وقتی یک در بسته میبینی حتما دلیلی وجود داره مکس. همه اینا به هم مربوط میشن. قتل سناتور گیت، گروه سوم، وینیگاگنیتی. باید همه رو به وینترسون بگم. تلفن وینترسونی که زنگ میزنه، اما اون اینجا نیست. دفتر وینترسون. وینترسون رو پیدا کردی؟ فکر میکنم تو اتاق بازجویی در حال تهیه گزارش از شاهد باشه. شماره 1 خوبه. میتونی برگردی عقب. اونا نمیتونن از اون ور شیشه تو رو ببینن. خوب نگاه کن ببین هیچ کدوم از اونا رو میشناسی یا نه. باشه خیلی خوب. شماره 2 همون جمله‌ای رو که شماره 1 گفت رو تکرار کن. سلام، حالت خوبه؟ همون جمله‌ای رو که شماره 1 گفت رو تکرار کن. گوش نمی‌کردم ببینم چی میگه. تو بدون اسلحه‌ای که هم میکنی هیچ چی نیستی. احمد، تو بدون اسلحه هیچ کاری نمیتونی بکنی. متشکرم. برگرد عقب. شماره 3 تو بدون اسلحه‌ای که هم میکنی هیچی نیستی. میخوای مردیرم که لباس ورزشی به تن داشت شناسایی کنم؟ به تو ربطی نداره. فقط درباره موضوعی که به تو مربوط میشه صحبت کن. هیچ کدوم از اونها رو میشناسی یا نه؟ باشه. فکر میکنم سومی باشه. متشکرم. خیلی خوب، تموم شد. ببرشون. خیلی خوب دخترا، از این طرف. شما همینجا منتظر بمونید. یه نفر میاد دنبالت تا کارهای اداریش رو انجام بده. من سعی کردم کمکت کنم، اما تو گوش نکردی. حالا خیلی دیر شده. میخواستم با شاهد وینترسون صحبت کنم، اما اون باهاش بود و نمیتونستم. خیلی دیر شده پین. من میخوام راجبه جنایت گزارش بدم. خب گوش میکنم، بگو. میدونید شوهر سابقم در طول روز همش در حال انجام بازی‌های کامپیوتری بود. اون اصلاً کاری نمی‌کرد و تنها سرگرمیش همین بود. خب این منو عصبانی می‌کرد. متاسفانه بازی کردن جرم نیست. من به خاطر این کارش عصبانی شدم و تلویزیون از پنجره پرت کردم بیرون. تلویزیون مال خودم بود. هر کاری میتونستم باش بکنم. درسته؟ تا موقعی که کسی صدمه ندیده باشه. منم همینو بهش گفتم. اما اون تهدید کرد که منو میکشه. این یه جنایته. بازی‌های کامپیوتری باعث شدن اون یه تیرانداز حرفه‌ای بشه. شما باید کمکم کنید. من میترسم. خیلی خوب خانم، بشینید. ما اسم و آدرس شما رو مینویسیم و اقدام میکنیم. خیلی خوب. حالا دیگه بازی‌های کامپیوتری هم باعث جنایت کردن اونا میشه. خدای من، این اوضاع شهرمونه. بازداشتگاه پایین پله ها بود. از پشت در زنگ بزن، در بازداشتگاه رو برات باز میکنن. پین هستم. میخوام یکی از زندانیاتون رو ببینم. مونا ساکس. برو آخر راه رو، سلول سمت راسته. مکس، باید کمکم کنی از اینجا برم بیرون. میدونی که نمیتونم این کارو بکنم. اگه اینجا بمونم میمیرم. این مسئله کمی ناراحتم میکنه.
شوخی نکن. اینجا کاملا امنه. خودت هم خوب میدونی که هر کدوم از این پلیسا میتونن یکی از اعضای نیروهای خلافکار باشن. منظورت چیه؟ تو آلفرد بودن رو میشناسی؟ اگه جواب سوالاتو میخوای باید با اون تماس بگیری. خیلی خوب، باهاش تماس میگیرم. من با بودن کاری نداشتم، اما حالا نفرات گروه اصلی باید یه تلفن بزنم. از تلفن روی میز استفاده کن. شما صدای آلفرد وودن رو میشنوید. لطفاً پیام خود را بعد از شنیدن بوق بگذارید. بودن، من مکس پینم. باید با هم صحبت کنیم. یه خبرهای جدید شنیدم. یه بمب! اون صدای یه بمب بود به طرف بالای پله. همین حالا خدای من. بالای پله ها. برید عجله کنید. یه جایی کار درست نبود. حرفای مونا تو گوشم میپیچید. عجله کنید. دختران رو پیدا کنین، بیارینش رو ماشین، بجنبین. وایسا. هی. آه لعنتی ها. مونا درست میگفت. باید دنبالش برم. باید اسلحه پیدا میکردم تا بتونم از خودم دفاع کنم. اینجا پشت میز نشستن هیچ کمکی به هم نمیکنه. مونا ناپدید شده. بدون اون نمیتونم ادامه بدم. باید پیداش کنم. نمیخواد بترسی. ولد اینجاست. دنیا انقدر کوچیک شده که دیگه نمیشه توش راحت باشی. برای همینم باید یه جوری خلوتش کرد. مکس پین، دیگه وقتش رسیده که بمیری. یه موجود عجیب و غریبم تو صندلی عقب ماشین بود. اونو برای جشن آماده کردی؟ عزیزترین دوست من این اسب تروای منه. در نبردی که وینی گاگنیتی شروع کردش. راجع به چه چیزی صحبت میکنه؟ خبری شده؟ یه لطفی بکن و منو توی کنی پیاده کن. اطلاعات تازه‌ای در مورد این گروه به دست آوردی؟ فهمیدم که منظورت چیه. گاگنیتی با اونا قرارداد بستن. خبر جدیدی از اونا ندارم. فقط فکر میکنم یه پله به این مجموعه جنایتکارا نزدیکتر شده. در مورد مونا چی میدونی؟ میدونم که معروفیت اون به خاطر مزدور بودنشه. اون حاضره که برای رسیدن به هدفش هر کاری بکنه. دیگه بسه. ساکت شو. من به کمکت به عنوان یه دوست احتیاج دارم. چه کمکی؟ اگه تنها راه حل و انتخاب تو یه اشتباه باشه و مجبور باشی که همونو انتخاب کنی، این دیگه یه اشتباه نیست. تقدیر مکس. تو کاری رو انجام میدی که باید انجام بدی. اما این به این آسونی هم نیست.
فکر نمی کنم ما هیچ وقت به توافق برسیم مکس. چرا من اینجا بودم؟ صبر کن با هم حرف بزن. تو از چی میترسی؟ از من چی میخوای؟ خودت چی فکر میکنی؟ فکر میکنی چرا میترسم و چی میخوام؟ یه هم صحبت و یه استراحت. من به یه هم صحبت احتیاج دارم. شاید با خوابیدن مشکلات رو فراموش میکردم، گذشته رو هم تغییر میدادم. شاید در اون صورت همسر و دخترم برگردن، اونایی که به خاطر کارهای من کشته شده بودن. فکر میکنم الان بیش از هر وقت دیگه‌ای به همسرم نیاز دارم. تو اونا رو به اینجا راهنمایی کردی. ما میتونیم از شر اونا خلاص بشیم و فرار کنیم. از این طرف. مکس! همیشه هشدار به خاطر ترس از دست دادن چیزی که برای انسان عزیزه، اما این فکر هیچ کمکی به من نمیکنه. نمیتونستم از فکر اون بیام بیرون. دیگه مطمئن بودم مؤسسه اونا پشت کار اصلیشون یه سری کارهای خلاف انجام میدادن.